حالا بینیم وضعیت دنیا را بینیم. دولت‌های کمبغل نیست. دولت‌هایی که از لحاظ صنعتی پیشرفته هستند، از لحاظ اقتصادی هم خیلی ترقی کرده هستند. یکی چی حادثه ها شده است. همین شب روز اوضاع جامعه جهانی از آن سالهای 90 سالهای جنگ شهروردی ما شما وزمین‌تر است. بنیاید کسی گفتن نمیتواند که پگاه چی حادثه میشه و در کجا. در همین لحظه های اساس باز هم با صبر و تحمل باشیم، هوشیار و زیرک باشیم و در غفلت نمانیم. ما دیگران کار نداریم. ما یک بار فریفته سیاستی کشورهای خارجی شدیم. پدر به پسر مش برداشت، پسر به پدر بچه آورده رساندن. ملت مانا دولت مانا نترسیم، نه هراسیم، شاهی بکنیم.